ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند برترین آثار سینمایی جهان همراه با دوبله جذاب فارسی. کیفیت عالی بلوری، دانلود سریع و پرقدرت، دانلود رایگان و بدون محدودیت. سریال های محبوب شما این بار به صورت کامل و رایگان با دوبله فارسی. و برای اولین بار دوبله های اختصاصی ایران فیلم. بلایی به سرت بیاریم که یادت نره. آتاش! اوه لعنتی! چیزایی هست که باید بدونی. نمیخوام بدونم. خدمتگزاری به ایرانیان افتخار ماست. ایران فیلم. گروگان، روز چهارم. تهیه شده توسط سایت اینترنتی ایران فیلم. تا چند دقیقه دیگه من اولین کسی هم که وقتی بیدار شم میبینه. منم همینطور. شما خانواده نداری؟ همسرم الان همین ازم پرسید. What'd you tell her? We couldn't really talk. She's at work. At 4 a.m? My wife trades derivatives on the Hong Kong desk at Goldman. She speaks fluent Mandarin, you know, so she's getting up when everybody else is going to sleep. Can I ask you a personal question? Sure. Your wife, she's a trader at Goldman. She makes good money, right? I guess that's relative, but we're pretty comfortable. You get shot at for a living. I find missing people for a living, Mrs. Kane. Getting shot at is just a bonus. You might say, I get shot at so people like yourself don't have to. موضوع امشب رو شنیدین؟ بله. لابد فکر کردین اون بیرون چه غلطی میکرده. نمیدونسته کسی که ملاقات میکنه یه شارلاتانه یا فقط یه زن بیشعوره. من تو کبیر زندگی کردم خانم کین. در لحظاتی هر کسی یه سراب میبینه و اشکالی هم نداره تا زمانی که زانو میزنه آب بخوره. ببخشید کینگ، من دارم میام. شب بخیر. نشسته بین مهره گردنی سوم و چهارم. گلوله جلیقه نجات رو سوراخ کرده و یه تیکه پارچه با اون رفته تو بدن. 2 ساعتی پیش این تیکه جدا شده و چسبیده به نخا. خطراتی به خاطر ضعف جسمانی شوهرتون وجود داره خانم هینز، اما اگه جراحی نکنیم امکان داره فلج بشه. باید همین الان تصمیم بگیرید. عذر میخوام. کینگ، دارن عملش میکنن؟ زود با خبر شده. دیوار مشتر موشمگوش و کارگرای بیمارستان قیمتشون ارزونه. آره درسته. زنش چطوره؟ باید چطور باشه؟ گوش کن، به محض اینکه گلوله رو داره من واقعا به فکر این چیزا نیستم الان. میفهمی؟ پس به من خبر بده.
الو. میخوان اون حساب پزشکی رو بررسی کنن. دوست دارم ببندیش. عذر میخوام، فقط تیم جراحی میاد تو. شما میتونید از اتاق مخصوص ببینید. فراموش کرد. برین کنار، تکون بخورید. زنگ بزن پلیس نیویورک. مظنون به قتل در حال فرار به طرف جنوب با یه آمبولانس دزدی. متشکرم. درجه حرارتش چطوره؟ ثابته. خوبه. متوسط دما 29. فشار خون؟ پایین تر از حد معمول. همینطور ادامه بدین. هر کاری لازمه بکن، ولی ویرجیلو آزادش کن. چیزی با چاقو بیرون نیامد. نه تمیز بود. براد پارکر. چی؟ این اسمی که رو تیغ جراحی گذاشتن وقتی بیمار تو جراحی بهوشه. اینطوری بیمار مضطرب نمیشه. به جای تیغ رد کن. من پدرم لوازم پزشکی میفروخت. اینو برسون آزمایش کن. خوب. شنیدم مشکلی پیش اومده. چرا مشکل پیش اومده؟ به خاطر اینکه مشکل پیش اومد. اینکه مشکل پیش اومده خودش مشکل. خب ما تو کار بیمه نیستیم، تو و من. نمیتونی راحت بندازی گردن شرایط اضطراری. دفعه بعد که خواستی بی لیاقتی تو بذاری به حساب شانس، بهتره خودت بری به جهنم. چیکار میکنیم؟ اینجا نوشته 72 ساعت اول خیلی مهمه. تو کجا بودی؟ رفته بودم پیاده روی. 7 ساعت؟ آره، همش به استخر فکر میکنم. وقتی بچه بود. لیو! راجر تماس گرفت، میگه یه چیزی تو بازیه، نمیدونم، به نظرش چینیه. حالت خوبه؟ چی به نظرش چینیه؟ نمیدونم، یه چیزی که تو بازیه. گنگجو؟ آره نمیدونم، هرچی. اون چی گفت؟ نمیدونم، انگار از 72 ساعت گذشته.
نفس نمیکشه. نفس نمیکشه. نفس میکشه. ما که نمیخوایم واسمون ماراتون بوده. اینجوری درد سرش کمتره. باید ببریمش بیمارستان. آره شاید تو راه سر به یه کارناوالم بزنیم. اون میمیره. این چیزیه که از اول بهت میگفتم. چقدر تند و فرزه. اینجوری خیالش هم راحته چون یه پیره. گفتی پیر؟ اندرسون گفتی پیر؟ حرفه‌ای. یه حرفه‌ای قدیمی. برو عقب اندرسون تا قبل از تیر اندازی. از زمانی که میاد تو بیمارستان میشه این کار کرد؟ بله قربان. متشکرم. اینو دیدی؟ ما الان شاهد آگاه هستیم. نه نیستیم. شب گذشته کین سالیوان از بالای پشت بوم آویزون میکنه. چند ساعت بعد سالیوان مرده. کین نرفته کوینز و جیمز سالیوان رو نکشه. چرا فکر میکنی نمیتونه؟ فکر نمیکنم الان همچین کاری بکنه. اون بخواد سالیوان بمیره تو مهمون از پشت بوم میندازتش. بعد میگه دفاع از خود بوده. شهردار ازش تقدیر میکنه. مرگاهی تو باید بتونی. تمرکز. متشکرم. جواب آزمایش اسلحه شناسی. گلوله‌ای که تو تن ویرجیل بود پوشش مولی بدنی کالیبر 5. ناراحت بودم سرش داد کشیدم. نشوندمش رو نیمکت جلوی اورنج جولیوس. I actually yelled at him. I left him on a bench in front of the Orange Julius and... و گفتم تکون نمیخوری. یه دقیقه هم نشد اندازه منو نداشتن. وقتی برگشتم اونجا نبود. 10 سال پیش بود. فکر میکنم اصلا نمیدونم امروز ممکنه چه شکلی باشه. ممکنه تو خیابون ببینمش و نشناسمش. بیدار شو. زود باش. به هوش بیا. همه جا دنبالت گشتم. برادرای کانگژو اینجا. یعنی اینجا. امروز صبح وارد نیویورک شدن. هر سه برادر یان، چاو و امین. اونا یه بهانه جور کردن و دارن آبروریزی میکنن. جدی؟ چه بعد؟ 5 ساعت واسه معامله وقت گذاشتن. بعد میخوام برن ریو به برزیلیا پیشنهاد بدن. هنوز نهار نخوردن؟ نه. خوبه. بریم بهشون نهار بدیم. حالا شد. یه موضوع دیگه هم هست. روزنامه ها رو خوندی؟ گروگانگیری؟ نه. یه نفر رفته سانی ساید. جیمی سالیوان آبکش کرده. اون مرده. آقایون خوش اومدین. خوشحالم. سلام. بفرمایید. بیا سامی. این دقیقه. اون کی بود؟ کی بود؟ چی نوشته؟ گروه گریسن چیه؟ PMC چیه؟ شرکت نظامی خصوصی. مثلا
IBM با یه عالم اسلحه. خب یه حکم میگیریم، پایگاه اطلاعاتشون رو میبندیم و زاربو پیدا میکنیم. PMC دولت کوچولوه. ارتباطات قوی مثل دیکشنی با تمام دم و دستکاش. از در جلو نمیشه رفت دیدنشون. چطوری وارد چی؟ لزومی نداره. یه نفوذی میخوایم، مثلا یه مأمور سابقه FBI، CIA، مواد مخدر، شبه نظامی، یه سفید پوست تکرو با سابقه بی‌انضباطی و یه گوله تو سرش. این آدمو از کجا بیاریم؟ من نمیتونم. شرکت‌های نظامی خصوصی اولویت زیادی برای افرادی مثل تو قائلن. تو تقاضا کنی بلافاصله باید مصاحبه میکنن. به محض اینکه وارد بشی میتونه اطلاعات لازمه به دست بیاری و من فرض کن از مسیرش وارد بشم. اونا متوجه میشن مرد و اطلاعاتی که میخوایم غیب میشه. اونا متوجه منم میشن. آره ولی تو رو با آغوش باز میپذیرن. تنها کاری که باید بکنی اینه که اینو بزنی به پورت USB کامپیوتر اصلیشون. تا بخوام تنها بشم و کامپیوتر پیدا کنم پتم رو آبه. این کار به این سادگی ها نیست. آره ولی فقط باید مصاحبه میکنم. من البته با چند تا الکترود رو عضلات گیجگاهیت. ظاهرش چیز ساده یه مثل گوشی‌های MP3 پلیر متصل به مجاری تارهای عصبیت. آدمی که ویژیلو زده تو رو بودن لئوپولدکین نقش داره و اسمش تو پرونده اوناست. و تو تنها کسی هستی که من مطمئنم میتونه امروز وارد اونجا بشه، ما رو به کامپیوترش وصل کنه و اسمو بگیره. فقط همین راه مونده. تازه وقت داره میگذره. آقای نب، من مانسینی هستم، مسئول اطلاعات ژاپنی. بر ملتی چیره میشید و به کار میکشیدش. 10 سال دیگه یه قول پولدار جای اون میشینه. این واقعیه؟ سوابق شما بی نهایت استثنائیه. ما به افرادی با مهارت شما همیشه نیازمندیم. البته روند خاص خودمونو داریم. چیز مهم نیست. از این طرف لطفا. نگران همین بود. اوضاعش رو به راست. کجا به دنیا اومدید؟ مونتانا. کدوم شهر مونتانا؟ تو کوهستان سفایر به دنیا اومد. در ارتش خدمت کردید؟ بله. به نظر شما عبارت جنگ یک ضرورت زیان آوره درسته؟ نه. تا به حال ازدواج کردید؟ دختر مناسب رو پیدا نکرد. جوابتون باید بله باشه یا نه؟ نه. پس فرزند ندارید؟ نه. به نظر شما عبارت نمیشه بدون شکستن تخم مرغ املت درست کرد درسته؟ بله. هرگز تحت سوگند دروغ گفتید؟ بله. این اواخر روزش چطوره؟ عالیه، واقعا خوبه. اوضاعش عالیه یا واقعا خوب؟ نمیدونم اون بین خودمون میمونه. ایران فیلم. کلاک بهش زنگ میزنه. خب به نظرم یکم به همش ریخته. نمیدونم اون چی میگه؟ به من چیزی نمیگه. به نظر شما عبارت هرگز هم قطاراتون رو رها نکنید درسته؟ بله. هرگز کسی رو تنها رها کردید؟ بله. تا به حال کسی رو کشتید؟ بله. تا به حال بیگناهی رو کشتید؟ نمیدونم. به چیزی معتقدید؟ نمیدونم. مادرتون هنوز در حیاته؟ نمیدونم. یه تست کوچیک مونده. آماده که شدید اینتر رو بزنید. تموم شد میام پیداتون میکنم. چون نمایش وحشتناکی. اما سام اینجوری دوست داره. ناراحت نشی لاتیمر. بیز بخشی خانم ترنر. این کامپیوتر تو شبکه نیست. به کامپیوتر اصلی برس. من برات امتحان میکنم. فرستنده بیسیمو وصل کن به مادربرد کامپیوتر. من منتظر علامتم. گرفتم. حالا میریم سراغ تست.
کامپیوتر اصلی داری موفق میشه. به مرحله ارزیابی نیروی انسانی گریسن خوش آمدید. باید ببینیم میشه MP3 اینو گرفت. دکمه‌ای که نشان دهنده شخصیت شماست فشار دهید. هیچ پاسخ اشتباهی وجود ندارد. خب من اومدم بیرون، کجا باید برم؟ مستقیم جلو. چپ یا راست؟ راهروی دوم به راست. باید وصل شده باشه. عالیه، دارم لود میکنم با سرعت تمام. من اینجا تو چشمم بچه. کلی فایل متفرق از هفته ها طول میکشه همه رو ببینی. من زاربه میخوام، متفهم نه. متاسف؟ اون واسه چی متاسفی؟ درست نمیدونم. کینگ داره میره طرف گریسن گروپ. حفاظت. اون داره چی کار میکنه؟ واحد حفاظت. یه مشکل امنیتی تو ساختمانه. نه، باید همین الان بیای بیرون. سلام، داشتم دنبال دستشویی میگشتم. بسیار خوب. تو بچه منی، خب کاری کنی اونا طور دیگه فکر کنن. بچه مرده منی. دل ما را شکستید آقای نب. فکر میکنم منم باید یه چیز شما را بشکنم. نتیجه ارزیابیتون فوق‌العاده بود. بد شد. میتونستید با ما آینده دار بشید اگر آینده‌ای میداشتید. خب اینجا چی کار میکنید؟ راستشو بگونم میخواید بدونید؟ علاقه‌مندم. 4 روز پیش یه نفر توی خورد تقاطع 59 خیابون اول با یه گلوله مولبدنی توسط مردی که من فکر میکنم از همکاران گریسن گروپه. به قتل رسید؟ نه. پس اون همکار ما نیست. ما کارهای حساس میکنیم. افرادی رو میگیریم که حساسیت رو درک کنن. افرادی رو استخدام نمیکنیم که تو خیابونهای نیویورک آدم بکشن. خداحافظ. من کجا میرم؟ تا حالا دبی بودین؟ این موقع سال هوا حدود 50 درجه است. خب شنیدم هواش خوش. من باید یه سر برم آپارتمانم چند تا چتر آفتابی بردارم. تو هواپیما زیاد هست. اینو که گرفتیم، نب چه میشه؟ نب چی میشه لاتیمر؟ این همونیه که میخوایم. اینو ایمیل کن برای اتکینز. بهش بگو الان این تنها اولویت ماست. همونه. با اون میریم؟ ساکت آقا. من توقع لیموزین داشتم اما در مورد پروازم هواپیمای معمولی دیگه تموم شد. واقعا تموم شد. هی میدونم فکر میکنی این واقعی یا نه. اگه مال سازمانه بقیهشون کجان؟ خب اگه نمیتونیم ببینیم معنیش این نیست که اینجا نیستم. دراز شو، دستت بذار پشت سرت. الان زودتر. بگو آقای مانسین اگه سوالی داشت تماس بگیره. در غیر این صورت شطور دیدی ندیدی را میفت.
منو میندازی زیر اتوبوس ختنا؟ تا هم بودی همین کارو میکرد. چیزی گیرت اومد؟ اثر انگشت و یه عکس. خوبه. میخوای اینا رو باز کنی؟ نه خوبه. اوه چطوری اتفاق افتاد؟ قایم موشک بازی میکرد، پاش گرفت به حساراب برد. اینجا بازم بچه داری؟ نه. پس با کی قایم موشک بازی میکرد؟ با من. به عقیده من شما واسه قایم موشکش هم بزرگید. هیکل بچه بهش امتیاز. پسر شما جراحی قلب داشته، الان دارویی مصرف میکنه؟ میتونین خوبش کنین؟ نه این پسر رو باید ببریم بیمارستان. این عفونت ممکنه دکتر ترجیح میدم نبرمش. راستش مادرش توی بیمارستان مرد. خب مادر منم تو دریاچه غرق شد، اما گرسنم بشه ماهی میگیره. خب حساسیت داره؟ نه. پنیسیلین. به پنیسیلین حساسیت دارم. تو اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر اون تهدید سربسته‌ای که دیروز کردی؟ سربسته؟ نمیخواستم سربسته باشم. میتونم الان بکشمت اینجا. آره میتونی، واسه این استخدامت کردم. اما تو تنها حقوق بگیر من نیستی. و بعدم اون همسرتو بگو که هر روز بعد از ظهر تو پارک میدون تامکین قدم میزنه ساعت 5، درست قبل از خرید روزانه. خوشم میاد. هر روز واسه شام سبزی تازه میخره. به نظر من یکم حواسش جای دیگه است، اما به محض اینکه ملاقاتش تموم میشه زود میره خونه. بهت قول میدم چندان آدم مطمئنی نیست. حرف هم دیگه رو میفهمیم؟ خوبه، خوش بگذره. به من که میگذره. بسیار خوب. باروته. کجا پیداش کردن؟ تو سنترال پارک. زمان مرگ؟ سه‌شنبه 10 صبح. آدم ربایی دوشنبه 7:40 صبح بوده. چیزی امراش بوده؟ $10,000 پول، کامپیوتر دستی و یه تلفن همراه. کسی اینا رو دیده؟ بله، پلیس نیویورک. کامپیوتر دستی روشن میشه اما اطلاعات نمیگیره. تلفن کار میکنه اما فهرست تماس و آیدی کالر نداره. صبر کن، اون کامپیوتری بده ببینم. چه کار میکنی؟ این دیگه چیه؟ میکروچیپ. هی وایسا. خودم این کارو میکنم. اون بله، ببخش. چطوریه که لیست تماس نگه نمیداره و آیدی کالر نداره؟ CIA، امنیت ملی، FBI، PMC. بیا. پیدا کرد. خیلی خوب، اینه. کانسان. مسئول گروگانگیری. کسی که ویرجین زد. ولی این کیه؟ هنوز نمیدونیم. اما هر سه تا به هم مربوطن از طریق تلفن دو طرفه با فرکانس مشخص. دارن رد از بین میبرن. دارن هر کی در محل آدم ربایی بوده رو میکشن.
با ما تماس گرفتن. من زود رفتم خونه. فکر کردم زنم شوخی میکنه. یعنی ما همچین پولایی نداریم، متوجهین؟ وضعم خوبه اما 2 میلیون دلار. بعد متوجه شدم که مرد گروگانگیر پسرمو اشتباه گرفته بود. ما کلی زحمت کشیدیم مارکو فرستادیم اون مدرسه و بعد با پسر یه پولدار عوضی گرفتنش. من پولی نداشتم و چاره ای هم نبود. زنگ زدم به FBI. اونا آمدن و اون موقع بود که همه چی خراب شد و از دست دادیم. چی خراب شد؟ همه چی. اما مشخصا چی خراب شد؟ ما اینجا مکالمه رو در رو نداریم. متاسفم ولی من چی شد؟ یعنی دقیقاً باید بدونم چی خراب شد. پسرم کشته شد. این چیزی بود که خراب شد. این اولین باره؟ بله. خب. It's your first time? Yeah. اولین بار خیلی بده. نمیدونی چی پیش میاد. با اون پدر مادری که دور هم نشستن از بچهای مردشون حرف میزنن. تصویر اون همه بچه مرده ته استخر و حس گناه به خاطر اینکه یادشون رفته در رو قفل کنن. ولی بعد از یه مدت یه جور اعتیاد میشه. منظور چیه از اعتیاد؟ شنیدی میگن اگه با ماشین افتادی تو دریاچه باید صبر کنی ماشین پر از آب بشه تا درشو باز کنی؟ ایجاد توازن، درسته؟ بله. خب آدمایی میان اینجا که از من آزرده ترن. میدونم ناراحت کننده است. نه راستش منطقیه. پسر داری یا دختر؟ پسر. منم همینطور. چند ساله؟ 15 سالشه. جک حدوده. پسرت الان 15 سالشه؟ یعنی چی 15 سالشه؟ فکر کردم شنیدم یه کسایی میان به این جلسات که داستان زندگی دیگران رو بشنون. نه اینطور نیست. نه تو متوجه نیستی. چی رو متوجه نیستم؟ پسرمو 4 روز پیش دزدیدن. خیلی متاسفم. فکرشو نمی کردم. خیلی متاسفم. خیلی خوب. من باید برم. خداحافظ. نه صبر کن. ببین هر چی احتیاج داشتی فقط چه روز چه شب زنگ بزن. هر چی بود، هر چی که خواستی. جدی میگم. متشکرم مارین. من اسم تو رو نمیدونم. الی. مواظب باش. حالا خب ببینیم چی تو جسد اون مرده بوده. طول میکشه. چقدر میکشه؟ چند دقیقه، چند ماه، نمیدونم. آره فهمیدم. بستگی داره به این که خیلی خوب فقط پیداش کن باشه. لزومی داره دوستت اینجا باشه؟ اون میکروچیپ رو پیدا کردم. آره اما جسدی که اون توش بود و چطوری پیدا کرد؟ چیزی نگفت. منو عصبی میکنه. همه ما عصبی هستیم. الان 100 سال از گروگانگیری گذشته. آخرین بار دهه 70 از این کارو میکردم. به نظر من اصلا خوب نیست، به خصوص برای کیل جوان. زخمش رو حتما هر روز تمیز کنین و بانداژش هم عوض بشه. داروهای ضد برگشت سیستم ایمنیش رو ضعیف میکنه، بنابراین حتما این آنتیبیوتیکا رو بهش بدین. متشکرم دکتر. یه قرص 2 بار در روز با غذا. من میرسونمش. نه من میرسونمش. حداقل کاریه که میتونم بکنم. واقعا از کاری که برای پسرم کردین متشکرم.
من از بچه ها مواظبت میکنم چون آینده ما. نمیتونم تصور کنم راجع به من چی فکر میکنی. من حتی نمیدونستم پسرم به چی آلرژی داره. ببین، من باید نگه دارم. تلفنم کجاست؟ Oh, ravishing. Only Kane's not so bad herself. Who's your daddy? Depends. What do you got? Oh, this and that. Is Ellie Kane having an affair with Senator Ross or not? Yeah, I haven't the slightest. What? What have you been doing there? What am I gonna buy with that huge bonus you're gonna give me? Do you have something or not? Oh, I've got something. What is it? What? It's bigger than OJ. It's bigger than Monica. It's bigger than all the Kennedys combined. Well, what is it? It's just the story of the century. قلمرو از ما، سرمایه از ما، کارگر از ما. با این حساب توقع ما اینه که روی حق و زحمه شرکت پیمانکاری کینگ 60% تخفیف بدیم. چی؟ شرکت شما میتونه شرایط حوزه دار بشه، ولی باید از طریق بانک کوانگجو باشه با بهره 8%. پس اسلحه رو بذارید رو شقیقه ما. ما چین هستیم آقای کین و این یه سرمایه گذاری 6 میلیارد دلاریه. فرانسویا و برزیلیا پیشنهادایی دادن. شرایط ما اینه. زود باش، بیدار شو، به هوش بیا، بیدار شو. زود باش. آقای کین؟ زود باش. خوبه. آقای کین؟ حرفی ندارید بزنید؟ فقط این 10% تخفیف، 5% بهره شرایطی. برید سراغ برزیلیا یا فرانسویا. آخر کار این پول شماست که قراره تکنولوژی آمریکا رو بخره. شما فکر میکنید کنگره میذاره این اتفاق بیفته؟ مگه این که از طریق نمایندگی یا شرکتی باشه که تحت قوانین اونا باشه؟ همونطور که گفتید شما چینی هستید. خب ما هم غربی. این پیشنهاد لحظه ای که پامون از اینجا بذاریم بیرون منتفی میشه. پونزده و 6. زنگ میزنیم به وکلامون. این میکروچیپ خبر از یه انتقال $10,000 میده. 6 روز پیش به یه حساب بانکی تو باهاماس. 2 انتقال دیگه هم به 2 رفیق دیگه‌مون تو سردخونه با همون مبلغ. فرستنده پول شرکت شرودره، یه شرکت تو بروکلین. را بیفت. من حکمو میگیرم، تو ترتیب واحد تجسس بده. تو تخصص من نیست. یه تیم تجسس میخوام آماده حرکت باشه همین الان. میدونی من کیم؟ آقای تکرو ها؟ رفیقمون داره با خودش توپ بازی میکنه. تنهاست؟ ظاهرا. خیلی خوب. نباید متوجه حضور ما بشن. یادت باشه احتمالاً یه بچه اونجاست. شنیدم قربان.
الان کجاست؟ نمیبینمش ولی هنوز نرفته. یه خبراییه، بهش تلفن شد اما جواب نداد. گوشی رو برداشت و رفت بیرون. یعنی چه تلفن شد؟ تلفنش زنگ زد؟ آره. بگیرینش. وایسین نه بگیرینش. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.